در یک خانواده نظامی بزرگ شدم. به مادرم گفتم من نامزد شدم و چه کنم، برم نرم. گفتش که مهدی اگر بردی و حرفی نزدی از وقایعی که گذشته، این یه تیکه شیشه بی‌ارزشه. من تو رو زیر بمبارون جنگ وقتی پدرت تو پدافند هواپیمای عراقی رو ساقط میکرد بزرگ کردم. من با یاد خاطره نادر جهانبانی، عباس دوران، جواد فکوری، عباس بابایی بزرگ شدم. من با یاد عقابان ایران بزرگ شدم و مطمئنم هیچ خونی در این خاک ریخته نمیشه مگر اینکه سلبی به وجود بیاد. با افتخار تقدیم میکنم به جوانهایی که نیستن ببینم و آخرش همسرم که آخرین شنونده سکانس‌های آخر بود. مریم 900 کیلومتر دورتر در گور خود خفته منو ببین.